سلام به همه دوستان عزیز. خوشحالم امروز در کنار شما هستم تا درباره موضوعی بسیار مهم صحبت کنیم. سلام، من هم خوشحالم که امروز فرصتی داریم تا با هم یاد قربانیان زلزله بم را گرامی بداریم و درباره آمادگی در برابر زلزله بیشتر بدانیم. زلزله یکی از طبیعی ترین و در عین حال خطرناک ترین پدیده هاست. هیچ کس نمی تواند جلوی وقوع آن را بگیرد، اما می توانیم با آمادگی جانهای زیادی را نجات دهیم. تجربه زلزله بم به ما نشان داد که آموزش و آمادگی کلید کاهش خسارت هاست. پس بیایید با هم مرور کنیم که قبل، هنگام و بعد از زلزله چه کارهایی باید انجام دهیم. قبل از زلزله باید خانه را ایمن کنیم. وسایل سنگین را محکم کنیم، کیف اضطراری آماده داشته باشیم، شامل آب، غذا، چراغ قوه، دارو و مدارک ضروری. همچنین باید خانواده و کودکان را آموزش دهیم. محل امن خانه را مشخص کنیم و تمرین خروج اضطراری داشته باشیم. آمادگی ذهنی بسیار مهم است. اگر در خانه هستیم، باید سریع زیر میز محکم یا کنار دیوار داخلی پناه بگیریم. از پنجره‌ها و اشیای شیشه‌ای دور شویم. اگر بیرون هستیم، باید از ساختمان‌ها، تیرهای برق و درختان بلند فاصله بگیریم. آرامش خود را حفظ کنیم و به دیگران کمک کنیم. بعد از زلزله، اول از همه باید سلامت اعضای خانواده را بررسی کنیم و به مجروحان کمک کنیم. اگر امکان دارد، وسایل گاز و برق را خاموش کنیم تا خطر آتش سوزی کم شود. سپس باید به اطلاعیه‌های رسمی هلال احمر و سازمان مدیریت بحران گوش دهیم. اما می توانیم با آموزش و آمادگی آینده‌ای ایمن‌تر بسازیم. درست است. آمادگی کلید نجات است. بیایید همیشه آماده باشیم و این آموزش‌ها را به دیگران هم منتقل کنیم. با هم می توانیم جان‌های بسیاری را نجات دهیم.